شخصا خودم صادقانه اگر بگم نهایت تلاش خودم میکنم، چون امی حس دارم، امی درک دارم. وقتی که من یک دختر خانم دیگر آزار میتم، خواهر خود من هم در بازار میره، در سرکاس، در اماکن عمومی است، این احساس پیش ما وجود داره که و نهایت تلاش میکنم که آزار نتم. اما ای که بگم من متعهد میشم، خب این بسیار مشکل است. من نهایت تلاش میکنم، از خداوندم امیدوارم که ما را توفیق بدن تا ای که مردم از دست ما آزار اذیت نبینه. حداقل به خاطر همی 8 مارچ یک پیام داشتیم که بعضی از اشخاص یا بچه ها که به دخترها پرزه چیز میرن، یک عمل زشت بوده و این عمل باید انجام نتن. کسی که این عمل انجام میتن، من از خود یک خوار مادر داره، اگه این عمل میپسندن که بر ازوا هم انجام شود، حتما این کار میکنن. اگه نمیخواین به فامیلشان این کار انجام شود، این کار انجام نمیتن. از دیدگاه ما زار دادن خانم‌ها خصوصا در افغانستان یک کار شایسته نیست، چون که این یک انجام دادن این کارها کاملا غلط است و با یک افغان، خصوصا افغان، کسی که خود افغان میگه، بازو کاملا شایسته از این نیست که چون که مادرای خود یا خوارای خود آزار بدن. و ما تمام مادرها، از تمام دوستای عزیز، خصوصا از برادرای عزیز خواهشمندیم که کوشش کنن همیشه مثل به چشم مادر و خوار خود بینه، چون هر کس از خود خوار مادر داره. از نگاه روانشناسی خود تعقیم کردن خانم‌ها و زن‌ها بسیار نقص داره، چون که اینها با بسیار مشکل، با بسیار خصوصا افغانستان در 30 سال جنگ بسیار بیچاره اینها کوشش کردن که برای به خاطر تحصیل، اگه این گپای که ما شما گپای زشت برشان میگیم، اینها تاثیرات بسیار بالای از اینها داره و میتونه اینها را سبب تلقین کردن خودشان کنه، که در نتیجه سبب از این میشن که اینها از خانه خود بیرون نبرن و فامیل از اینها اجازه ندن که اینها به مکتب و دروس خود ادامه بدن.